مغز ما از 4 قسمت اصلی تشکیل شده و در بخش تمپورال اون 2 بخش مهم وجود داره، یعنی هیپوکامپس و آمیگدالا. حالا هیپوکامپس نقش کلیدی در تبدیل خاطرات کوتاه مدت به بلند مدت داره، یعنی در واقع اطلاعات جدیدی که از فرانتال لوب میاد و دریافت میکنه و تبدیل به خاطرات پایدار میکنه. آمیگدالا مسئول پردازش احساسات. وقتی یک تجربه احساسی داریم مثل ترس یا خشم، آمیگدالا فعال میشه و کمک میکنه تا اون احساسات در مغز ما ثبت بشه. حالا در آلزایمر هیپوکامپس آسیب میبینه و باعث میشه که تبدیل خاطرات جدید به حافظه بلند مدت دچار مشکل بشه. اما قسمت مهم اینجاست که هنوز آمیگدالا فعاله و با کمک بقیه بخش‌های مغز میتونه کمک به حفظ خاطرات احساسی ما بکنه. پس اگر یه فردی رو میبینید که آلزایمر داره، بگید باهاش دعوا میکنیم و 2 ساعت دیگه یادش میره، درسته، یادش میره، اما احساساتی که نسبت به اون دعوا یا اتفاقی بینتون افتاده از بین نمیره.